اون قرمز چه جذاب میشه. به خاطر تو عموی خوشگلم چشم. من مریضم دریا. من مثلا ساق پام میگیره ورزشو دیگه میومد به جای اینکه ساق پای منو ماساژ بده یه ذره بالاتر ماساژ بده. من میترسیدم تنهایی برم سرویس بهداشتی، میرفتم به پسرای تیممون که اوج جوونیشون بود میرفتم میگفتم یه لحظه میای وایسی من برم سرویس بهداشتی. مامان منو تنهایی فرستاد، اومدم رفتم پیست رو باز کردم، پا شدم رفتم توی انبار پیست. یه اتاقی بود، یک درسته. من توی انبار داشتم اسکیت پام میکردم، نشسته بودم، در رو قفل کرد، سر من تشکر شد. عمو حالش خوبه؟ تو همین مدت کلی بهت علاقه‌مند شده. مادرشم من میگم بچه خوابن بیدار نشید. گریه مستی داره صدای عاشق شدنه. من فقط 7 سالم بود. اون بیشرف پدر بزرگم بود. همه فامیل بهش احترام میذاشتن. آقای دکتر میشه از گذشته حرف نزنیم؟ اکثر مشکلات ما ریشه در گذشته هامون داره. من فقط 10 سالم بود. ارزششو داشت همه چی رو نابود کنی؟